سلام، در جلسه 20 به مبحث انتقال داده ها از اکسل به ArcGIS میپردازیم. خیلی وقتها پیش میاد که بعد از انجام کارهای نمونه برداری یا جمع‌آوری داده ها لازمه که اطلاعات رو از اکسل به محیط جی‌آی‌اس منتقل کنیم تا بتونیم تحلیل های فضایی رو انجام بدیم. در این جلسه گام به گام روش انجام این انتقال رو با هم مرور میکنیم. خب من در اینجا یک فایل نقطه‌ای شیپ فایل دارم که مختصات X و Y مربوط به روستاها یا آبادی ها رو داره. اول از همه میخوام این فایل نقطه‌ای رو به اکسل تبدیلش کنم. پس میام تو قسمت جدول اطلاعات توصیفی و از قسمت اکسپورت یه خروجی با فرمت تکست ازش میگیرم. این فایل تکست رو میتونیم بعداً به صورت اکسل ذخیره‌اش کنیم. پس میرم تو محلی که ذخیره شده یه اکسل ایجاد میکنم. حالا اون فایل تکستی که ذخیره کرده بودم رو اینجا از قسمت اوپن بازش میکنم. یه سری تنظیمات داره برای اینکه فایل اکسل رو به خوبی بشناسه و بخونه. حالا اگه قرار باشه عکس این فرآیند رو انجام بدیم میتونیم روی همین فایل اکسل انجامش بدیم. فرض کنید شما رفتین در نمونه برداری و یه سری نقاط رو برداشت کردین. ایکس و وای روستاها یا نمونه ها و سمپل های مربوط به کار خودتون رو برداشت کردین، به صورت یک فایل اکسل ایجاد کردین. میایین در اون تغییرات ایجاد میکنید، فایل های بیشتر و اطلاعات بیشتری برای هر نقطه اضافه میکنید توی این فایل اکسل و در نهایت خروجی کارتون رو میخواین وارد محیط ArcGIS کنید. برای این منظور ابتدا باید این فایل اکسل رو با فرمت مناسب ذخیره کنید. فرمت مناسب برای ArcGIS CSV است. پس از قسمت Save As در مسیری که میخوایم فایل رو ذخیره میکنیم با فرمت CSV. حالا در اینجا در محیط ArcMap برای خوندن فایل های اکسل راههای مختلفی وجود داره. یه راهش اینه که بیایم و اون فایل اکسل رو که با فرمت CSV ذخیره کردیم ابتدا در اینجا باز کنیم. بعد از اینکه فایل باز شد چند گام کوچیک لازمه. اول از همه جدول اطلاعات توصیفی اون رو مشاهده میکنیم و مطمئن میشیم که X و Y حتما داشته باشه. حالا کافیه که روی اون راست کلیک کنید و از قسمت دیسپلی X و Y دیتا بیایم و فیلد مربوط به X و Y رو براش تعیین کنیم. همچنین لازمه که سیستم مختصات حتما داشته باشه و اگر نداره براش تعریف بشه. از قسمت UTM در این مسیر من سیستم مختصات مربوط به منطقه مورد مطالعه خودم رو پیدا میکنم و یا اگر نمیدونستم میتونم از لایه‌های موجودی که سیستم مختصات براش تعریف شده استفاده کنم. از این مسیر قسمت ایمپورت یه لایه‌ای که سیستم مختصات داره رو انتخاب میکنم تا به صورت اتومات سیستم مختصات رو ازش بگیرم و در نهایت اوکی رو میزنم تا این فایل ایجاد بشه. در حال حاضر لایه نقطه‌ای ایجاد شده اما هنوز تبدیل به یک فایل شیپ نشده. بنابراین یک گام دیگه باید طی کنیم تا این نقاط رو به صورت شیپ فایل داشته باشیم. باید روی لایه‌ای که ایجاد شده راست کلیک کنیم و از قسمت دیتا یک اکسپورت جدید با فرمت شیپ ازش بگیریم. به این ترتیب میتونیم هر فایل اکسلی رو که ستون X و Y برای اون تعریف شده تبدیلش کنیم به یک شیپ فایل به صورت مکانی و اطلاعات اون رو با سایر شیپ فایل ها و نقشه هایی که داریم انطباق بدیم. اما بریم سراغ روش دوم که میتونیم از قسمت تول باکس، کانورژن تولز، اکسل و این دستور تیبل تو اکسل این فرآیند رو از این قسمت هم میشه انجامش داد. در قسمت اینپوت تیبل باید شیپ فایل مورد نظر رو که X و Y برای نقاط در اون وجود داره انتخابش کنیم و یه خروجی در اینجا با فرمت اکسل. فرآیند تبدیل فایل اکسل به شیپ فایل در ArcGIS پرو هم تقریبا مشابه ArcMap هست. خب در ابتدا باید فایل اکسل مربوطه باز بشه و جدولش رو مشاهده کنیم و در نظر داشته باشیم که حتما X و Y برای نقاط داشته باشه. حالا برای تبدیل فقط کافیه که از قسمت Create Points from Table و Table to Point جدول اکسل رو اینجا انتخاب کنیم. یک مسیر فیلدهای مربوط به X و Y باید اینجا انتخاب بشن و سیستم مختصات جغرافیایی هم براش تعریف بشه. اگر که میدونیم که دقیقاً در چه سیستم مختصاتی قرار داره منطقه، میتونیم از بین موارد موجود اون رو پیدا کنیم و انتخاب کنیم. در قسمت UTM WGS 1984 نیمه کره شمالی و سیستم مختصات منطقه مورد مطالعه من این هست.
و به این ترتیب نقاط از اکسل تبدیل میشن به یک لایه‌ای که حالا برای نهایی کردن اون بایستی فرآیند اکسپورت رو انجام بدیم تا به صورت شیپ فایل ذخیره بشه. عکس این فرآیند یعنی تبدیل شیپ فایل به اکسل. برای این منظور هم از قسمت Conversion Tools اکسل و Table to اکسل استفاده می‌کنیم. شیپ فایل مورد نظر رو باید اینجا انتخاب کنیم و مسیر خروجی و به همین راحتی فایل اکسل ایجاد میشه.